ترجمه و تفسیر سوره مبارکه کهف از آیت 27 تا آیت 64 با اجرای مولانا عبدالغنی بدری تقدیم می‌گردد. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم می‌کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على محمد. در آیات گذشته واقعه اصحاب کهف را خواندیم که این جریان و این داستان بسیاری از شبهات را و بسیاری از اشکالات را پاسخ داد. اشکالاتی که در رابطه با اصحاب کهف بودند، هم سوالاتی که متوجه رسالت بود. مشخص شد که رسول الله صلی الله علیه و سلم واقعتا نبی خدا، رسول خدا و اون چی که میگویند از طریق وحی میگویند. و همچنین مشخص شد شبهاتی که در ارتباط با توحید بود که اینها گرچه اولیاء الهی بودند، دوستان خدا بودند، ولی نیازمند پروردگار بودند. وقتی که از شهرشون خارج شدند هم خدا را فریاد زدند. معلوم میشه که قدرت نداشتند. قدرت خداست. و وقتی که در غار خوابیدند، بعد از مدتی هم نمیدونستند چند روز خوابیدند. یک روز نیم روز را حدس میزد. بعد از این الله تعالی دستور میده به پیامبرش که این آیاتی که در واقع روشنگری میکند، آیاتی که بیانگر توحید هست، آیاتی که از این آیات رسالت تو اثبات میشه، این آیات را کماکان تلاوت کن و به تلاوت ادامه بده. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ کتاب ربک، آنچه که وحی میشه به سوی تو از کتاب ربت و کتاب پروردگارت، بخوان بر آنان، تلاوت کن. لا مبدل لکلماته، کلمات الهی و وعده های پروردگار، وعده هایی که در این آیات داده برای منکرین آیات، برای منکرین توحید عذاب هست، گرفتاری هست، هم در این دنیا و هم در آخرت. اون کلمات تغییر نمیپذیرند و اون کلمات جابجا نمیشوند، یعنی وعده الهی تبدیل نمیشه. ولن تجد من دونه ملتحدا، و هرگز به جز از الله پناهگاهی هم نمییابی. یعنی هر کسی که به آیات الهی پشت بدهد، او نمیتواند پناهگاه دیگری برای خودش بغیر از اینکه پناهگاه خود الله را قرار بده و به خدا پناه ببره، دیگه پناهگاهی نخواهد یافت. و همچنین به پیغمبر دستور داده شده که ای پیامبر من، شما
تحمل کن و در کنار همین دوستان و رفقا و اصحابت باش، در کنار رفقای فقیرت باش، دوستان و یاران بی بضاعتت باش، با همینها صبر کن، تحمل کن. اصلش اینه که اینجا چندین داستان نوشتن که خلاصه همه یکی هست. بعضی نوشتن که عیینه بن حصن و اقرع ابن حابس دو تا از سرداران کفر بودند، سرداران مشرکین بودند. اینا یک روزی آمدند میخواستن با رسول الله صلی الله علیه و سلم بشینند، دیدن که در کنار رسول الله سلمان فارسی هست، ابوذر غفاری هست، بعضی از صحابه فقیر و صحابه نادار هستند. اینا گفتن اگر تو میخوایی که ما بیاییم با تو بشینیم، با تو جلسه داشته باشیم، اینا باید نباشند. یعنی نوع غرور و نوع تکبر. ما بالاتر از این که با این فقیر فقرا بشینیم. بعضی میگه امیه بن خلف به رسول الله یک روزی گفت اگر دوست داری که قومت قریش بیاد حرف تو را گوش کنه و تبلیغ تو را گوش کنه، باید این فقرا را از اطراف دور کنی. وقتی که اینا میآیند، اینا آدمای با شخصیتی هستند، اینا سردار و رئیس رؤسا هستند، اینا وقتی که میآیند باید دور و برت اینا نباشند. برای ماها عیب هست، عار هست که ما بیایم با اینها یه جا بشینیم. و بعضی داستانهای دیگری شبیه این داستان، اینا همه تو روایت‌های تفسیری آمدند. خلاصه این داستانها اینه معلوم میشه که مشرکین و سران شرک مطالباتی از آن حضرت صلی الله علیه و سلم داشتند، مبنی بر این که برای ما باید جلسه ویژه تشکیل بدی، جلسه اختصاصی که در کنار ما این فقرا نباشند، عبدالله ابن مسعود نباشه، بلال نباشه، ابوذر نباشه، سلمان نباشه، که ما شخصیتمون نمیخوره که با اینها یک جا بشینیم. کسی که اینقدر تکبر داشته باشه بدان که اون ایمانی هم نصیبش نمیشه. دو چیز با ایمان شما خواندید در تمام قرآن، باید اینو یاد گرفته باشید که دو چیز با ایمان در تضاد، یکی تکبر، یکی تعصب. یکی انسان تکبر داشته باشه این ایمان نمیاره، و یکی تعصب داشته باشه. چرا از فامیل من نیست، از قوم من نیست؟ الان مشرکین که ایمان نیاوردن رسول الله از قوم خودشون بود، اما تکبر میگفتن که ما بیاییم، ایشون که از اون خاندان سرداری نیست، ما بیاییم الان تابع ایشون بشیم، ایشون بشه مقتدای ما، پیشوای ما بشیم مقتدی ایشون. این برایشون قابل تحمل نبود. اینا تکبر از خود نشان دادن. یهودی ها در حالی که میشناختن رسول الله رسول خداست، تمام علائمی که در تورات بود، مسیحیان تمام علائمی که در انجیل بود میدونستن، اما تعصب نگذاشت اونها را. گفتن ما فکر کردیم از قوم خود ما، از بنی اسرائیل میشه، چرا از بنی اسماعیل آمد؟ نه، ما غیر از قوم خودمون هر کسی باشه بهش ایمان نمیاریم. از تعصب و تکبر همیشه نمیذاره انسان ایمان بیاد. اینها همین درخواست را دادند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تا اراده کردند که برای خودشون نظمی درست کنند تا وقتی که سران میآیند فقط اونها باشند، کسی از این فقیر فقرا نباشد. هنوز اقدامی نکرده بودند که الله عزوجل عکس العمل نشان دادند. الله فرمود نه، به هیچ وجه شما با همین فقرا بمان، صبر کن، ادامه بده. در آیه دیگه شما خواندید الله فرمود ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ای رسول من، ای حبیب من،
طرد نکن، از خود دور نکن. اون مؤمنین مخلصینی که الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، صبح و شام خدا را صدا میزنن، یعنی علی الدوام خدا را فریاد میزنن، خدا را زاری میکنن. چرا؟ یریدون وجهه، اونها اراده دارن رضای پروردگار را، طالب رضای پروردگار هستن. مبادا اینها را از خود دور کنی، مبادا اینها را از خود برهانی، که در ادامه اون آیه هست فتطردهم فتکون من الظالمین. بالفرض اگر این فقرا را از خود طرد کردی، این فقرا را از خود دور کردی، ظالم میشی، از ظالمین میشی. چه کلمه سختی، چه تذکر شدید اللحنی. معلوم میشه که اصحاب و مؤمنین مخلصین چقدر محبوب خدا هستند. الله چقدر دوستشون داره که حتی بهترین پیامبرش را چنین تذکر میده. لذا اینجا هم الله میفرماید واصبر نفسک، یعنی نفست را به صبر وادار کن، به صبر تلقین کن که صبر کند. مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، همراه با اونهایی که یدعون ربهم، میخوانند رب خودشان را، فریاد میزنند رب خودشان را، بالغداة والعشی، صبح و شام، یعنی علی الدوام، علی الدوام همیشه اونها خدا را صدا میزنند. چرا؟ یریدون وجهه، آنها اراده رضای الله دارند. با همینها صبر کن، با همینها زندگی کن، با همینها نشست و برخاست داشته باش. یاران تو، دوستان تو همینها باشند. رسول الله صلی الله علیه وسلم تا آخر با همینها گذراند. ولا تعد عیناک عنهم، یعنی چشمان خودت را از اینها به سمت دیگر نبر. ولا تعدو، بر نگردان چشمانت را. منظور از چشمان یعنی توجهات خودت را، توجه خودت را، عنایت خودت را، التفات خودت را از اینها به سمت دیگر نبر. میخوای چی کار کنی؟ ترید زینت الحیات الدنیا، اراده زرق و برق زندگی دنیا داری، تجملات دنیا داری. این مشرکین فقط قد و قوارهشون خوبه، فقط دکورشون خوبه، تهشون خالیه، درونشون کفره، درونشون شرکه، درونشون نجاست است. شرک نجسه؟ نه، انما المشرکون نجسون. لذا اینها این جماعت پاکان را که در درونشون ایمان است، تقواست، اینها را از خود دور نکن. ترید زینت الحیات الدنیا، اراده زینت و زیبایی زندگی دنیا داری، اینا فقط دنیایشون خوبه. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه. و ببین اطاعت نکن از اینایی که این پیشنهاد را میدن. عرض کردم سران کفر این پیشنهاد را دادند، مشرکین این پیشنهاد را دادند. میفرمای اینها را اطاعت نکن. اینی که قلبش غافله از ذکر ما، از یاد ما، یعنی تو قلبش خدا نیست، تو قلبش یاد خدا نیست، تو قلبش دنیا هست و گاو و خر است به اصطلاح معروف. این را اطاعت نکن. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، اطاعت نکن اون کسی که ما غافل کردیم قلبش را از ذکرمون. واتبع هواه، و اون کسی که پیروی کرده از خواهشاتش. این کسی که از خواهشاتش پیروی میکنه شما او را پیروی نکن. و کان امره فرطا، امر او و کار او بر اساس افراط است، زیاده روی هست، تندروی است، شرک و کفر. لذا چنین مشرکین و کفاری را هرگز اطاعت نکن، به خواسته اونها توجه نکن، حرف اونها را اصلا بهش توجهی داشته نباش. و قل الحق من ربکم، اینجا الله عزوجل با بینیازی
مسئله دعوت را، دعوت توحید را، مسئله ایمان را مطرح می فرماید. ایمان آوردن بازاری و تضرع نمیشه که دستش را بگیر به خاطر خدا بیا ایمان بیار. نه، اینها حق را شما عرضه کن، حق را شما عنوان کن و به اونها نشون بده. بگو حق از جانب الله است. منظور از حق یا قرآن یا توحید. هر کسی دوست داره، ما به زور کسی را نمیخوایم مؤمن بشه. هر کسی دوست داره ایمان بیاره، هر کسی دوست نداره کفر کند، ولی عاقبتش را بسنجد. لذا الله تعالی میفرماید ای پیامبر من، نیازی نیست که شما برای اونها جلسه خصوصی تشکیل بدید. نیازی نیست که شما این بهترین یاران و با وفادارترین یاران خودت را از خود دور کنی به خاطر اونها، بلکه به اونها اعلام کن وقل الحق من ربکم، به آنان بگو حق از جانب ربتان هست. رب حق را فرستاده که شما ایمان بیارید. حق یعنی راه حق، دین حق، مسیر حق، کتاب حق، همه اینها حق. قرآن حق، توحید حق، ایمان، اسلام، دین. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی میخواهد ایمان بیاورد ایمان بیاره، و من شاء فلیکفر، هر کسی میخواهد کفر کند کفر بکنه، اجباری نیست. ولی فقط اینو بدونید انا اعتدنا للظالمین نارا، همانا ما آماده کردیم، ما مهیا کردیم برای ظالمین یعنی برای کافرین و مشرکین چنان آتشی که احاط بهم سرادقها، اونها را احاطه کرده سراپرده های آتش. آتشی که سراپردهش سرادق، عرض کنم که سراپرده را میگن یک چیزی که احاطه بشه، محاصره بشه با پرده ها، با خیمه، با چاردیوالی، اون را سرادق میگن. یعنی ما این ظالمین را، مشرکین را به وسیله دیوارهای احاطه کننده یا پرده ها و خیمه هایی که این خیمه و پرده از جنس آتشه، اینها را ما احاطه کردیم. اونجا چنان می سوزند. و این یستغیثو، اگر طلب فریاد بکنند، فریاد رسی بکنند، بگویم به داد ما برسید، یغاثو، فریاد رسی میشن به ما این کلمهل، به آبی که مثل فلز گداخته شده است. مهل میگویم فلز را، سرب را وقتی که روی آتش میگذارند و بعد از ساعتها ذوب میشه، اون چقدر دردناک است. این بر اون میریزند که یشفی الوجوه، چهره ها را کباب میکنه. وقتی که بهش یعنی این آب را میخورد، این آب را سر میکشد، چهرهش فوراً کباب میشه. بئس الشراب، نوشیدنی بسیار بدی هست. و ساءت مرتفقا، جای استراحت هم بدی هست. ارتفاق میگن جایی که انسان راحت بکنه، یعنی جای راحتی نیست. جهنم، آتش جای راحتی نیست. پس اختیار خودتون دارید، راه کفر اختیار میکنید، اختیار کنید. خداوند ایمان اجباری نمیخواد، ولی حسابش را بکنید فردا چه خبره برای شما. بارها خدمت شما عرض کردم که در دین اسلام ایمان اجباری مطلوب نیست. ما هیچ وقت جهاد نمی کنیم به خاطر اینکه کافرها ایمان بیاره، نه. ایمانی که بالاجبار باشه اون ایمان به درد نمیخوره. خدای تعالی خودش میتونه ما را، تمام انسانها را مجبور به ایمان بکنه، اختیار را سلب بکنه، به انسانها اختیار نده، به هر یکی قوتی داده به نام اختیار، اون اختیار را سلب بکنه، انسان را بگه باید این مسیر را ببری. خود به خود انسان مسیر ایمان را میگیرد به صورت خودکار، مثل فرشته ها. فرشته ها بغیر از ایمان راهی دیگر ندارن، اونا اختیاری اصلا ندارن که راه دیگری اختیار بکنند. این
ایمان که ایمان اجباری باشه خدا میتونه این نوع ایمان را بر ما تحمیل بکنه، ولی اگر این ایمان بر ما انسان ها تحمیل بشه اون وقت به درد نمیخوره. خدا میخواد ایمانی که انسان با رضایت خودش، با اختیار خودش انتخاب بکنه. اون وقت دنیا هم دار امتحان نمیشه، اصلا فلسفه وجودی دنیا از بین میره. خداوند عزوجل دنیا را دار امتحان قرار داده. در صورت دار امتحان هست که هر کسی اختیار داشته باشه. دیگه من و شما کسی را مجبور نکنیم. اگر مجبور بکنیم که تو ایمان بیار، اون وقت پس چرا خدا دنیا را پیدا کرده؟ دنیا برای امتحان است و لازمه امتحان چیه؟ اختیار است. پس اینجا هم خداوند فرمود که شما معارف را، دین را، قرآن را عرضه بکن. هر کسی ایمان آورد ایمان آورد، هر کسی نیاورد راه کفر انتخاب کرد انتخاب کنه. فقط از عاقبتش بهش بگو انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم. علی ای حال این تخویف بود و تهدید بود برای اهل کفر و اهل شرک. اما اگر کسی ایمان آورد فمن شاء فلیؤمن، با اختیار خودش ایمان آورد، تکلیف اون چی میشه؟ الله می فرماید ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، همانا اونهایی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، همانا ما ضایع نمی کنیم اجر هر اون انسانی که عمل خوب انجام میده، عمل نیکو انجام میده، ضایع نمی کنیم. هر کاری بکنه اجرش بهش میرسه. چه پاداشی خدا براش در نظر گرفته؟ اولئک لهم جنات عدن، این افراد برایشون جنات جاودانه هست، بهشت جاودانه هست، چنان بهشتی که تجری من تحتهم الانهار، از زیر درختها و از زیر قصرهایش نهرها جاری است. یحلون فیها من اساور من ذهب، آراسته میشوند در آن بهشت. یحلون حلی، آراستگی را میگن. آراسته میشوند در بهشت من اساور، از علنگوها و دستبندهایی که من ذهب، از طلا است. این تقیداتی که در دنیا است اونجا دیگه برداشته میشه. اونجا دیگه شما مقید نیستی که اجازه نداری طلا استفاده کنی. در دنیا اجازه نداریم، اجازه نداری حریر و ابریشم استفاده بکنی. نه، اونجا برعکس بهترین لباس ها همین ها خواهند بود. به هر انسانی از بهشتی ها اینجا در دنیا شاید زیبا جلوه نده برای مرد که علنگو داشته باشه، دستبند، چون اینجا یه ذهنیت خاصی شما دارید. اما اونجا نه، اونجا بسیار زیباست. همونطور که اینجا ما ساعتهای گران قیمت و طلایی به دست میگیریم، چقدر زیباست، اونجا از این هم زیباتر. یحلون فیها من اساور من ذهب، علنگوهایی که از طلا هستند، با اون علنگوها آراسته میشوند. و یلبسون ثیابا خضرا من سندس، و میپوشن لباسهای سبز رنگی که از حریر نازک هستند. سندس حریر نازک، و استبرق حریر زخیم هستند، ابریشم زخیم هستند. متکئین فیها علی الارائک، اونجا تکیه دادن بر تخت ها و روبروی هم دارن صحبت میکنن. نعم الثواب، چه پاداش زیبایی هست، پاداش بسیار زیبا، اجر بسیار زیبایی این بهشتی که به بهشتی ها داده میشه. و حسنت مرتفقا، از نظر استراحت و آرامش جای بسیار زیبایی هست، بهترین استراحتگاه است برای انسان. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل. اینجا خدای تعالی یه مثالی بیان می‌فرماید. این مثال ربطش با گذشته چیه؟ ما در آیات گذشته خواندیم که مشرکین میگفتند هر وقتی که ما میاییم، سران کفر میگفتند هر وقتی که ما میاییم اینجا فقرا نباشند. یعنی از دید اونها عزت انسانها با چیه؟ با مادیات. هر کسی پول زیاد داشت او عزتمنده. اینا چون پول ندارن اینا عزیز نیستند.
اینا را علیاذ بالله ذلیل میدونستند. الله عزوجل اینجا مثالی بیان میفرماید و گویا به این مشرکین گوش زد میشه که بیچاره اون چیزی که تو باعث عزت میدونی یک شبه از دست انسان میره. یعنی به این دنیا دل نبندید و این را باعث افتخار ندانید. اگر خدا داد نعمت خداست، استفاده کنید، ولی تکبر نکنید، مغرور نباشید و این را موجب نباشه که این دنیا سبب خدا فراموشی شما بشه، از خدا دور بشید. لذا الله عزوجل در این مثال بیان می‌فرماید دو تا برادر را، دو مرد را. الان مفسرین گفتن که داستانهایی هم ذکر کردن، ولی قرآن میگه فقط دو مرد بودند. میگوین در مناطقی از یمن بودند. اینها دو تا برادر بودند که یکی سرمایه‌دار بود و یکی نادار بود. یکی با آدمهای بزرگ و آدمهای بظاهر آبرومند می نشست، همیشه هم نشینهایش هم مجلسیهایش آدمهای کلان کلام بودند، بزرگ بودند، کسانی که سردار بودند، سرمایه‌دار بودند، صاحب نام و شهرت بودند. اون برادر دیگه فقیر بود، او را کسی تحویل نمی گرفت، او با دراویش سرکار داشت. این برادر به صورت مغرورانه به او گفت که ببین من چه عزتی دارم، هم مالم بیشتره هم اطرافیانم بیشتره. اطراف من همیشه شلوغه، همیشه خانه من پر از مهمانه، دوستانی هم چه شخصیت هایی همیشه دور و بر من هستند. ولی تو چی داری؟ با تو کی هست؟ اطراف تو چند نفر هستند؟ و این برادر کوچکتر مال نداشت ولی دین داشت، فهم داشت، عقل داشت. او را نصیحت کرد، گفت که مغرور نشو که این غرور انسان را میزنه، قیامتی هست. او میگفت نه، کی گفت قیامتی هست؟ قیامتی نیست. اگر بالفرض باشه همونطور که اینجا وضع من توپه، وضع من خوبه، اونجا هم خوب خواهد بود. اونجا وضع تو اینجا خرابه، اونجا هم وضع تو همینطور خرابه. لذا الله عزوجل میفرماید ببین وقتی که غرور آمد چطور یک شبه همین چیز را از دست داد. واضرب لهم مثل الرجلین، بیان کن برای اینایی که افتخارشون چیه؟ مالشون هست. اینایی که میگن ما با فقرا نمیشینیم، چیم برای ما؟ آره برای ما کلاس ما پایین بیاد که ما با اینها هم نشین باشیم، هم مجلس باشیم. الله می فرماید بیان کن برای اینها مثال دو نفر را، دو مرد را. جعلنا لأحدهما جنتین، به یکی ما داده بودیم، قرار داده بودیم برای یکی دو باغ داشت. من اعناب، هر دو باغ از انگور بودند. عرض کردم صبح هم که بهترین باغ ها از نظر عرب ها اینها بودند و این دو میوه تمام مشروبات را از اینها می گرفتند، هم از انگور هم از خرما. جعلنا لأحدهما جنتین من اعناب، برای یکی از اون دو برادر دو تا باغ قرار دادیم. این همون برادر کافر است از انگور. و حففناهما بنخل، ما اونها را احاطه کردیم. میگن اسمش پتروس بود، والله اعلم، تو کتابا نوشته اسم این برادر. و حففناهما بنخل، ما احاطه کردیم اونها را با نخل خرما. دیوار با نخل خرما بود، در وسط انگور بود و بعد زمین هم کشته، عرض کنم که اونجا کشته بود، گندم بود، دیگه چیزهایی بود، زراعتی داشت. و جعلنا بینهما زرعا، بین اونها ما زراعتی برایش قرار داده بودیم. کلتا الجنتین آتت اکلها،
هر دو تا باغ میوهش را میداد، کامل میداد. ولم تظلم منه شیئا، و کم نمی کرد از اون میوه چیزی، هر سالی چندین میوه میداد. و فجرنا خلالهما نهرا، و در وسط اینها ما نهری جاری کرده بودیم. بهترین باغ اونه که از وسط باغ جوی آب میره، هر طرف زمین را آب میدی، و این باغ دیگه بهترین باغ هست. یعنی یک باغ ایدئال داشت، یک باغ خوب و زیبا داشت. و کان له ثمر، علاوه از باغ سرمایه دیگه هم داشت. ثمر اینجا به معنی میوه نیست، ثمر یعنی سرمایه، چون اونجا بحث باغ تمام شد، اکل میوه بود. لذا این برادر بزرگ این برادر سرمایدار به برادر نادار چی میگه؟ فقال لصاحبه، به اون صاحب و رفیقش گفت، و هو یحاوره، در حالی که روزی با هم محاوره میکردن، گفتگو میکردن، با او گفتگو میکرد، گفت که برادر انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، من ببین من هم مالم از مال تو بیشتر هست، و اعز نفرا، نفراتی که با من رفت و آمد دارند آدمهای با شخصیت و با عزتی هستند، آدمهای سرمایدار، آدمهای پولدار، آدمهای صاحب نام و شهرت. لذا خوانین، سرداران، اینا با من رفت و آمد دارند، تو با کی دوستی؟ تو چی داری؟ و دخل جنته، وارد باغش که شد، همین آقایی که همه چیز خدا بهش داده بود، و هو ظالم لنفسی، در حالی که بر خود ظلم میکرد با شرک و کفر. هم معلوم میشه شرک میکرد و هم کفر میکرد. یکی از کفرگویش همینه. چی گفت؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، من فکر نکنم که این باغ دیگه خراب بشه. تبید یعنی دائم بماند، دائم میماند، زائل نمیشه. ان تبید ان تزول هذه ابدا، این باغ هرگز این باغ از بین نمیره. کی بگه که این باغ خراب میشه؟ نه، این باغ برای همیشه هست، تا دنیا هست باغ من هست. و بعد قیامت را چی گفت؟ کفر دیگرش، و ما اظن الساعة قائمة، من فکر نکنم که قیامت قائم بشه، برپا بشه. قیامت کی گفته؟ هرچی از تو همین دنیاست. ولئن رددت الى ربی لاجدن خیرا منها منقلبا، بالفرض اگر پیش ربم برگردانده بشوم. همیشه مشرکان به خدا اعتقاد داشتن، قبلا خدمت شما گفتم که اشکال کارشون این بود که با خدا شریک می ساختن و قیامت را قبول نداشتن، و الا خود خدا را قبول داشتن. می گفت بالفرض اگر من برگردانده شوم به محضر ربم، لاجدن خیرا منها منقلبا، حتما میابم بهتر از این باغها در اون انقلاب، در اون بازگشت، وقتی برگردانده شوم. اما اون برادر دیگه چطور نصیحتش کرد؟ قال له صاحبه و هو یحاوره، صاحب به او گفت، همراه دیگر بهش گفت، برادر دیگه بهش گفت، در حالی که و هو یحاوره، با او گفتگو میکرد، با او محاوره میکرد، اونو ملامت کرد. گفت اکفرت بالذی خلقك من تراب، آیا تو کفر کردی نسبت به اون ذاتی که تو را از خاک آفرید؟ کفر کردی، تو میگه هرگز این دنیا تمام نمیشه، باغ من تمام نمیشه. ثم من نطفه، سپس شما بعد از خاک از ماده نطفه، قطره نطفه آفرید. ثم سواک رجلا، بعد از نطفه تو را به عنوان یک مردی برابر آفرید. دیگه همه چیزی تو از خداست، تو نسبت به خدا کفر میکنی. اما من مثل تو نیستم، من اعتقاداتم با تو فرق میکنه. لکنه هو الله ربی، اما من هو الله، من اعتقاد دارم هو الله ربی،
اون الله رب من هست. ولا اشرک بربی احدا، من شریک نمی سازم با ربم هیچ احدی را، من شریک نمیگیرم، مثل تو نیستم. تو چرا وقتی که وارد باغت میشی ماشاءالله نمیگی؟ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، چرا وقتی که داخل باغت نمیشی چرا نمیگی ما شاء الله لا قوة الا بالله؟ یعنی ما شاء الله یکن، هرچی خدا بخواد او میشه. لا قوة الا بالله یعنی هیچ قوت و قدرتی من بشر ندارم مگر اینکه متکی به خدا باشم. خدا قدرت داره، من ندارم. چرا اینطور نمیگی؟ علما نوشتند که هر کسی که مالی اگر داره، مال خوبی داره، شما ماشین خوبی دارید، ساختمان خوبی دارید، حیوانی شتر خوبی دارید، مالی که دوستش دارید، تا که میبینید اگر بگید ما شاء الله لا قوة الا بالله، اون وقت نظر و چشمی به اون نمیخورد و او آسیب نمیبیند، اون ضایع نمیشه. لذا این برادرم به اون برادرش میگه تو چرا وقتی که باغت را میبینی به جای اینکه توحید داشته باشی، همه چیز را به خدا موکول کنی، بگی ما شاء الله لا قوة الا بالله، به جای این ما شاء الله لا قوة الا بالله چرا کفر میکنی؟ میگه این همیشه میمانه. ان ترنی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تو منو میبینی که من کمتر دارم از تو مال و اولاد و حشم و رفقا و دوستان، درسته من کم دارم ولی من ایمان دارم، من خدا را به یگانگی قبول دارم، من امیدوارم که در آخرت خدا به من بهتر از تو بده. فعسى ربی ان یؤتینی، توقع دارم از ربم، امید دارم از ربم، ان یؤتینی خیرا من جنتک، به من میدهد بهتر از بهشت تو، از باغ تو. این باغی که تو داری که بهشت دنیای تو هست، از این باغ تو خدا به من بهتر میده و من این هم میترسم و این احتمال را هم میدم. و یرسل علیها حسبانا من السبا، بل این باغ تو اینطور که تو کفر میکنی و ناسپاسی میکنی، خداوند عذابی از آسمان میفرستد. حسبانا یعنی عذاب آسمانی. فتصبح صعیدا زلقا، باغ تو اون وقتی میشه یک میدان صافی میشه. صعید میدان صاف، زلقا لغزنده یعنی اینقدر صافه که انسان اونجا میفته، هیچ چی توش نیست. او یصبح ماؤها غورا، یا اینکه آبش چی میشه؟ فرو میره، آبش میره ته زمین. فلن تستطیع له طلبا، دیگه نمیتونی آبش را. خیلی از مردم هستن الان آبشون خشک شده، باغهایشون خشک شده، هر کاری میکنند، مغنی میارن، دستگاه میارن، هر چی میزنه آب رفته ته زمین. لذا تو هم بالاخره آبت میره. او یصبح ماؤها غورا، آبش خشک میشه. فلن تستطیع له طلبا، تو نمیتونی آب را دوباره بطلبی، آب را دوباره بیاری. از کجا میاری آب؟ آب نیست. این حوادث در چه صورتی میآید؟ در صورتی که تو ناسپاس باشی، ناشاکر باشی، کفر بکنی. الله عزوجل میفرماید این انسان وقتی این گفت و او حالیش نشد، او متوجه نشد، و احیط بثمره، تمام مالش و سرمایش مورد محاصره قرار گرفت. یعنی خدای تعالی عذاب آورد، عذاب آورد، باغش از بین رفت، گوسفندانش مردن، مالش هر چی داشت تلف شدن، بعد دو تا دست خالی ماند. فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق، این انسان بیچاره گشت که یقلب کفیه، این کفش را چپه میکرد، برعکس میکرد بر آنچه که خرج کرده، یعنی هیچی گفت نمونده. و هی خاویه علی عروشها، در حالی که سرنگون شده بود دیوارهایش بر سقفش،
یعنی سقف باغ چیه؟ انگوره. انگورها افتاده بودن تمام دیوار و درختان دیگر روی اونها، یعنی ویرانه 100% شده بود. و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. الان حسرت میخوره، میگه ای کاش من شریک نمی گرفتم با خدا هیچ کسی را، کاش من شریک نمی ساختم. من شریک ساختم که اینطور بدبخت شدم. الله عزوجل میفرماید ولم تکن له فئة ینصرونه من دون الله. برای او گروهی نبود، جماعتی نبود که او را یاری بکند بجز الله. و ما کان منتصرا. و خودش هم بازدارنده نبود یا انتقام گیرنده نبود. خلاصه اون دوستانی که همیشه باش کباب میخوردن، همیشه اطرافش جمع میشدن، اونها به دردش نخوردند. اونها هر یکی گفت به من چی. الله میفرماید این هست نتیجه غرور، نتیجه تکبر. نباید دل ببندید به این مال که مال خدا به شما داده با این مغرور بشید. هنالک الولایت لله الحق. از این مثال چه نتیجه گرفتیم؟ از این داستان چه نتیجه گرفتیم؟ اینجا ثابت شد که الولایت لله الحق، اختیار، قدرت برای الله است. اون اللهی که حق است. هو خیر ثوابا و خیر عقبا. الله تعالی بهتر است از نظر ثواب. یعنی چه؟ یعنی بهترین ثواب و پاداش را الله به شما میده. اگر اجر میخواید پس با خدا باشید، به خدا بچسبید. و خیر عقبا، و بهتر است الله از نظر عاقبت. عاقبت و انجام شما در صورت خوب میشه که شما با الله باشید. لذا عزیزان این آیه و این مثال برای ما هم درسی هست. به همین خاطر بعضی مفسرین داستان را برجسته نمی کنن، نمیگن کی و کی بوده، چون نمونه هایش در زمان ما هم هست. خیلی از افراد هستن که اعتقاد دارند عزت ما با مال هست و برادر ما که نداره، اون برادر ما شخصیت هم نداره، ذلیله، ولو اینکه 5 وقت تو مسجد نماز میخونه. این انسان واقعا فکرش کجه، فکرش منحرفه. اینقدر فکر نمی کنی که آخه همین مال را به تو کی داده؟ این میلیاردهایی که داری تبدیل به کارخانه کردی و به باغ و ویلا و همه چیز کردی، آیا ممکن نیست یک شبه همین از بین بره؟ خدا قادر است. میبینیم آدم ها چطور یک هو ورشکست میکنند و چنان ناراحت میشن که در جا سکته میکنند. گاهی این قیمت ها بالا و پایین میره، میلیاردها ریال و دلار بعضی از ضرر میکنن، بعضی سکته میکنن، میمیرند از این خبرها. لذا چرا انسان عزت خودش را در مال بدانه؟ مال نعمت خدا هست، ولی عزت در مال نیست. عزت در عبادت خداست، در خدا ترسی هست. مثال دیگه خدا بیان میفرماید. الله میفرماید واضرب لهم مثل الحیات الدنیا. بیان کن برای اینها مثال زندگی دنیا را. زندگی دنیا مثل یک کشتزاری هست. مثال معروفی هست اما نقاط این مثال داره. کشتزاری هست که ابتدا آب را ما نازل میکنیم، کما این انزلنا من السماء، آب را ما نازل میکنیم از آسمان. فاختلط به نبات الارض، قاطی میشه با اون چی؟ نباتات زمین، بذری که در زمین هست، تخمی که در زمین هست، این با اون آب و خاک قاطی میشه. آخر چی میشه؟ تبدیل به بوته میشه، سبزی میشه، میروید. وقتی که میروید بعدن آخر فاصبح هشیما، همین سبزی که به اندازه قد آدم هست، همین سبزی که چقدر خوشنما هست، زیبا هست، بعضی وقتا ما میریم با بچه هایمون را اونجا کنار اون سبزی میزنیم، ازشون عکس میگیریم، از بس که ما احساس میکنیم زیبایی دارد. ولی همین فردا ببین چطور خشک میشه. الله میفرماید که فاصبح هشیما، این هشیم میشه. هشیم یعنی
یابسا متکسرا، خشک میشه و ریزه ریزه میشه، تبدیل به خاشاک میشه. همین باغ خوب، همین زراعت خوب الان شده خاشاک. تمام آشغال و کاه هست که تذروه الریاح، بادها او را پراکنده میکنند و میبرند. انسان هم همچنین و زندگی دنیا هم همچنین. خود انسان بالاخره مثل همون آبی که نازل میشه تازه متولد میشه ضعیف است، ناتوان است، کم کم جان میگیره، قوی تر میشه، بعدا جوان میشه، یک جوان رعنا شیک زیبا، هر روز به خودش میرسه، هر روز بالاخره یک زیبایی خاصی داره، اما کم کم این زیباییش چه میشه؟ تمام میشه، دوباره پیر میشه، دوباره بدنش جمع میشه، تمام بدن را چروک میگیره، دندانها میفته، پا ضعیف میشه، کمر خم میشه. آخر انسان مثل همون از کنم کشتی و زراعتی که اول سرسبز بود دوباره چی شد؟ زرد شد. انسان همونطور زرد میشه. آخر تزروه الریاح، باد چطور میاد اونو میبره، این انسان هم فرشته مرگ میاد، این انسان روحش را همونطور پرواز میده میبره. یعنی دنیا اول و آخرش اینه. بقیه امکاناتمون را نگاه کنیم، ساختمانمون را، بقیه مسائل همه همینطور. لذا الله میفرماید پس وقتی که شما سرمایه شما، دنیای شما همه اول و آخر این هست، چرا به این دل بستید؟ و کان الله علی کل شیء مقتدرا، الله به هر چیزی مقتدر است، قادر است. پس باید چیکار کرد؟ به چی دل بست؟ الله می فرماید المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد زینت و زیبایی زندگی دنیاست، اما شما به فکر باقیات صالحات باشید. والباقیات الصالحات یعنی اون چیزهای خوب و صالحی که برای شما باقی میمانند، خیر عند ربک، بهتر است نزد پروردگار. البته ببینید مال و اولاد را اینجا در مقابل باقیات صالحات قرار داره، یعنی معلوم میشه مال و اولاد باقیات صالحات نیستن، باقیات صالحات یک سری چیزهای دیگه هستن. اما اگر انسان مؤمن باشد و انسان از قرآن و سنت خط بگیرد، همون مال را هم میتونی جز باقیات صالحات قرار بدی، همون اولاد را هم میتونی جز باقیات صالحات قرار بگیری. چطور؟ ببینید ما حدیثی داریم، شما این حدیث را زیاد شنیدید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند وقتی که انسان میمیرد عملش قطع میشه مگر یکی از سه چیز. یکی این که صدقه جاریه‌ای، ببین این همون مال است که تبدیل به باقیات صالحات. صدقه جاریه‌ای که انسان یه جایی صدقه کرده و اون ثوابش براش نوشته میشه. مثلا پولی داشته، یه مسجدی ساخته، تا روزی که مسلمانان نماز میخوانند برایش انشاءالله اجر نوشته میشه. یا قناتی چایی حفر کرده، گفته مردم ازش استفاده بکنن. هرچی که انسان هست و حیوان هست و گوسفند هست و پرنده هست و مورچه هست و اینا همه بیان بخورند. بعضی هستن اینطور نیاتی هم دارند. این الان جز باقیات صالحات. مسافرخانه درست کرده تو این شهر، میگه هر فقیری، هر ضعیفی، هر مریضی که میاد جایی نداره اینجا، این وقفه برای مسافرانی که میان برای علاج، برای درمان. بالاخره ببین این همین مال تبدیل به باقیات و صالحات شد یا نه؟ حوزه علمیه درست میکنید، چای درست میکنید، بالاخره اینا همه جز باقیات و صالحات میشن. پس مال باقیات و صالحات. دومین چیزی که رسول الله فرمود جز باقیات صالحات صدقه جاریه، فرمود او علم ينتفع به، علمی به جا میگذارد که خب از اون علم بقیه انسان ها استفاده میکنند. سومین چیزی که فرمود فرزند صالح او ولد صالح یدعو له. پس ببین اینجا بنون شد باقیات صالحات، المال والبنون، هم مال هم اولاد. طبق این حدیث میشه باقیات صالحات ما قرار بگیره.
پس ما اگر سیاست بلد باشیم، تدبیر بلد باشیم، سیاست و تدبیر را از کجا بگیریم؟ از قرآن و سنت. بلد باشیم همین مال و اولاد را طوری بکنیم، اولاد را انسان ها طوری تربیت میکنن که این اولاد وسیله دین طلبی میشه، این اولاد وسیله پیشرفت دین میشه، این اولاد مسلمانان را موعظه میکنه، این اولاد امر به معروف و نهی از منکر میکنه. پس این اولاد باقیات و صالحات شد یا نشد؟ بنابراین در صورتی مال و اولاد در مقابل باقیات صالحات و ضد باقیات صالحات که مال و اولاد را ما بر اساس هوای نفس استفاده بکنیم. خب الله تعالی میفرمه مال و اولاد زینت و زیبایی ظاهری زندگی دنیا هستند، اما اون چیزی که خیر هستند نزد پروردگار باقیات الصالحات هستند، اون کارهای صالح و اعمال صالحی که پیش شما برای شما باقی میمانند. ببینید باقیات الصالحات گرچه در احادیث تفسیرهای مختلفی آمده، اما قبل از اینکه من این تفسیرهای مختلف را خدمت شما عرض بکنم در پرتو احادیث، هر کار نیکی که شما انجام بدید که ذخیره آخرت شما بشه، چه صدقه، چه دعا، چه تلاوت، چه نماز، چه کارهای دیگر در باب حقوق الله و حقوق العباد، همه اینها باقیات صالحات شما هستند. مثلا ذکر جز باقیات الصالحات. در حدیثی داریم ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت میکنه، در مسند امام احمد بن حنبل هست این حدیث. فرمودن که باقیات الصالحات چی هستند؟ رسول الله فرمود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله. اینا باقیات الصالحات هستند. باز در صحیح مسلم و ترمذی تا والله اکبر است، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. این همیشه بخونین، جز باقیات الصالحات است. روایت دیگه داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن احب الکلمات الی الله اربع، محبوب ترین و زیباترین کلمات از نظر الله 4 تا هستند. اون 4 تا کلمه چیه؟ اینا رو همیشه بخوانید، اینا رو خدا خیلی دوست داره. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. که من اینا رو قبلا تشریح کردم، اینا واقعا اینها در کنار هم باشن توحید کامل میشه. سبحان الله تسبیح است، الحمدلله تحمید است، لا اله الا الله تهلیل است، الله اکبر تکبیر است. لذا تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر اینا که بشه بالاخره توحید الله هم کامل میشه. اینا را الله از همه کلمات بیشتر دوست داره، سبحان الله والحمدلله. پس اینها در حدیث آمده، در سنن ترمذی آمده، در صحیح مسلم آمده که باقیات الصالحات اینها هستند. اما امام قرطبی، تفسیر قرطبی از یکی از تابعین هست، غالبا بزرگان، به نام عبید ابن عمیر، از ایشون نقل میکنه، میگه باقیات صالحات اون دخترک های شما هستند، دختر بچه های شما هستند، دختر بچه های صالح و نیکی که شما اون دختر بچه ها را خوب تربیت میکنید. اینا باقیات صالحات شما هستند. مردم از داشتن دختر عار میدانند داشتن دختر را، ولی شما دخترانتون را بگیرید خوب تربیت کنید، ایماندار، حیادار، با حجاب، با عفت، دیندار، با تقوا. اینها میشن باقیات صالحات شما. و این تفسیری که عبید ابن عمر کرده با حدیثی که ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها روایت میکنه مطابقت داره. اون حدیث ام المؤمنین چیه؟ در اون حدیث هست که روز قیامت یک پدری را میبرن به جهنم چون عمل خوبی نداشته. چند تا دختر بچه نازنین داره، اینا میچسبن به پدرشون و میگوین خدایا اینا به جهنم نبر، این پدر ما بوده، این درست عملی نکرده اما برای ما خیلی زحمت کشیده.
ما را خوب تربیت کرده، ما را دستور داده که حجاب بکنیم، به ما دستور داده حیا داشته باشیم. لذا خدایا ما شفاعت میکنیم پدر ما را به جهنم نبر. خدای عزوجل به برکت همین دخترهایی که تربیت شده هستند پدر را از جهنم نجات میده. لذا باقیات الصالحات معلوم میشه که طبق این تفسیر و طبق این حدیث دخترهایی هستند که در خانه های ما هستند، ولی به شرطی که به فکر تربیتشون باشیم، دیندار به بار بیاریم. گاهی انسان تعجب میکنه که بعضی مردم از داشتن دختر ناراحت میشن، بعضی اینقدر حماقت و نادانی دارن که با زن بیچاره درگیر میشن، با زنش درگیر میشه که تو چرا دختر میزایی، دختر بیاری، از انگار به دست او هست. و بعضی زن را تنبیه میکنه، میگه این بار که دختر آوردی من زن دیگه میگیرم. اینا درست نیست این کلمات. یک کسی پیش ما آمد، الان الله مغفرتش بکنه، وفات کرده، ملایی بود، یک ملای بسیار فقیری بود، همسرش فوت کرده بود. این 3 تا پسر داشت، این چیزی که بنده خودم ازش شنیدم دارم نقل میکنم. 3 تا پسر داشت و یک دختری. یه روزی آمد، ما یک کمپی داشتیم، در یک جای کمپی بود، از طریق مؤسسه ما حمایت میکردیم کسانی که بالاخره ترک اعتیاد بکنه یک کمکی میدن. آمد گفت که من آدم فقیری هستم، کمک بکنید که این بچه های من ترک بکنن. گفتم باشه کمک می. بعد گفت نه شما بفرستی از خانه من بیا اینا رو دستگیر بکن. گفتیم ما مأمور نداریم، اون کمپ ها دارند، ما نداریم کسانی را که اینا را دستگیر بکنن. بعد گفت که دعا کنید. به من گفت تو دعا بکن که خدا این هر 3 تا پسر من بکش، از من بگیره. ناراحت شدم، چرا بچه هایت هستن؟ گفت چنان زندگی را بر من تنگ کردند که قسم یاد کرد که موت اونها آرزو و تمنا هست. الان ببین اینا همون پسرهایی هستن که یه روز اینا متولد میشن ما خوشحال میشیم، اون دختر که متولد میشه ما ناراحت میشیم. و بعد گفت که یک دختر دارم، خیلی دعای خیر و دعای نیک کرد. گفت همون دخترم زنم فوت کرده، اون دختر اگه نبود من سکته میکردم. همون مرا نگهداری میکنه، خدمت میکنه، خانه که میرم غذای آماده میکنه، لباس من آماده میکنه. اما پسر هم قسم خورد، گفت نه تو خونه برای من فرش گذاشتن، نه یخچال گذاشتن، نه وسایل دیگری که ارزشمند، همه را بردن فروختند و دود کردند. لذا گاهی ما نمیدونیم، فکر میکنیم که بالاخره خیر ما در چه چیزی هست. هر چی که خدا داد به او راضی باشید، و بالخصوص کسانی را که خدا دختر داده برای دخترانشون، هم پسر و هم دختر، برنامه ریزی بکنن، بالخصوص برنامه ریزی دینداریشون. اینا که دیندار بشن بعدا شفاعت میکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود کسی 2 تا دختر را پرورش میده و روایت دیگه 3 تا دختر را، اینا را بزرگ میکنه، اینا را دیندار با حیا با حجاب به خانه بخت میفرسته، این انسان کار بهشتی که این انسان به بهشت میره. لذا این تفسیر دیگر باقیات الصالحات هست که مفسرین ذکر کردن. الله میفرماید والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، باقیات صالحات بهتر است نزد پروردگار از نظر ثواب و اجر، و خیر عملا، بهتر است از این که انسان به اونها امید ببنده، دل ببنده. عمل چیزی را میگن که شما به اون امید داشته باشید، لذا به اونها دل داشته باشید، به اونها امید داشته باشید. در چه روزی؟ الله میفرماید و یوم نسیر الجبال، روزی که ما کوها را سیر میدیم. ما قبلا خواندیم علائم قیامت را، قیامت که برپا بشه آغاز بشه، اول کوها پودر میشند و تبدیل به ریگ و ریگستان میشند و مثل آب جاری میشند و غبارهایشون به هوا میرن پراکنده میشن. و یوم نسیر الجبال، روزی که ما سیر میدیم، به حرکت در میاریم کوها را. و تر الارض بارزتا، و زمین را میبینی صاف. بارز یعنی ظاهر، ظاهر صاف، هیچ کجی کوجی
تویش نیست لا ترى فیها عوجا ولا امتا، شما خواندید هیچ بالایی پستی نیست. و حشرناهم، همه این انسان ها را ما حشر میکنیم. فلم نغادر منهم احدا، نمیگذاریم هیچ انسانی را متروک نمیگذاریم، فراموش نمیکنیم، هیچی که همه اونجا حاضر میشن در میدان محشر، یکی هم غایب نیست. لذا وعرضوا على ربك صفا، تمام انسان ها، تمام خلائق عرضه میشن در محضر رب، صف بسته. در کجا؟ در موقف حساب، اونجا که حساب و کتاب میشه. الله میفرماید لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، همانا شما پیش ما میایید همان طور که ما شما را خلق کردیم بار اول. روز اول که از مادر متولد شدیم چگونه بودیم؟ حتی لباس نداشتیم، لخت مادرزاد میگن نه، به همون صورت پیش ما میایید، همان طوری که بار اول. بعدا خداوند عزوجل لباس میده، وقتی که تازه از قبرها بلند میشن همه لخت. ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها وقتی که رسول الله این آیه را تشریح فرمودند گفته یا رسول الله مگه مردها و زنها همه نیستند؟ همدیگر را نمیبینه وقتی که اوریان باشن، لخت باشن؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود عایشه مسئله سخت‌تر از این هست، اونجا شدت و هول و وحشت به اندازه ای هست که کسی را نمیبینه، تمام چشمها خیره به بالاست، تمام وحشت زده هستند، انسان توان دیدن همدیگر را ندارد. لذا چنین وضعیت خطرناکی است، الله نجات بده. الله می فرماید لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، همانا شما پیش ما می آیید همان گونه که ما آفریدیم شما را بار اول. بل زعمتم، اینجا به منکرین گفته میشه، به مجرمین گفته میشه. بل زعمتم، بلکه شما می پنداشتید، شما فکر می کردید الان نجعل لكم موعدا، اینکه هرگز ما برای شما موعدی تعیین نمی کنیم، ما وقتی زمانی برای شما تعیین نمی کنیم. شما اینطور فکر می کردید، اما نه، موعد تعیین شد، به موعد ما آمدید، رسیدید. الان حساب شروع میشه، کیفیت حساب. و وضع الکتاب، نامه اعمال گذاشته میشه، نامه اعمال آورده میشه، یعنی همه پرونده ها را میارند. پرنده کی میارند؟ هر مجرمی میلرزد. فتر المجرمین مشفقین مما فی، میبینی مجرمان را که میترسن، مشفقین خائفین، میترسن از آنچه که در اون پرونده اعمال هست. و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، میگویند ای وای بر ما، این پرونده را چی شده، این نامه اعمال را چی شده؟ لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، نه گناه کوچیکی گذاشته نه گناه بزرگی، همه را نوشته. یک جایی که من گناه کوچیکی داشتم، شوخی کردم آقا، اون هم نوشته. فلان جا فلان عمل مختصر را انجام دادم، اون هم نوشته. اینطور نیست که انسان بالاخره فکر بکنه که انسان خیلی چیزا نادیده گرفته میشه، همه را می‌نویسه. اما خداوند چشم پوشی میکنه اون جای خودش داره. اما فرشته موظف است تا اینکه شما کلمه را از زبانتون خارج میکنه و مینویسه، چه خوب باشه چه بد. لذا مجرم ناراحته، میگه مال هذا الکتاب، این کتاب را چه شده، این پرونده و نامه اعمال را چه شده؟ لا یغادر، یعنی لا یترکو، نمیگذارد صغیرة من اعمالنا، کوچکی از اعمال ما، ولا کبیرة و نه بزرگی، الا احصاها الا کتبها و اثبتها، اون نوشته، اون را ثبت کرده. چرا؟ هرچی من گفتم ثبت شده.
نباید اینطور میشد. الله میفرماید و وجدوا ما عملوا حاضرا، میابند هر چی که عمل کردن حاضر میابند، هر چی که اینها عمل کردند اونجا حاضر میابند. ولا یظلم ربک احدا، رب تو بر هیچ کسی ظلم نمیکنه. یعنی چه؟ یعنی از اعمالشون چیزی کم نمیکنه، هر چی که کرده همون را عرضه میکند، همین را پیش میکند. این مثال بود. مثال دوم بود برای ناپایداری دنیا، برای اینکه انسان دل نبندد، انسان به آخرت دل ببندد. ببین گاهی که این مواعظ قرآنی به گوش ما میرسد، با خودمون تصمیم میگیریم که از این به بعد تجدید نظر میکنیم. همه ما اینطور هستیم، این فطرت همه ما انسان هست. ما تصمیم میگیریم که از این به بعد تجدید نظر میکنیم، از این به بعد به دین بیشتر اهمیت میدم تا دنیا، به نمازم بیشتر اهمیت میدم تا مغازه، به قرآن بیشتر اهمیت میدم تا کارهای بیهوده. همه ما تصمیم میگیریم، اما بعدا نمیشه. چرا؟ چون یک دشمنی هست که او همیشه در صدد ماست. او نمیذاره تا جایی که بتونه، نمیذاره که من راحت بشم و به عبادتم بپردازم. او همیشه سعی میکنه منو به چیزهای دیگه مشغول کنه. لذا در ادامه خداوند او را معرفی میکنه. پس این بدون ارتباط نیست. معرفی دشمن بزرگ ابلیس است. من عرض کردم در چندین سوره، تقریبا در 7 سوره داستان آدم و ملائکه آمدن و انکار ابلیس آمده. خب اگر برای علم باشد، برای اینکه ما یاد بگیریم و این جریان را با خبر بشیم، یک جا خدا بگه کافی نیست؟ یک جا بفرماید از نظر علم و از نظر آگاهی برای ما کفایت میکنه. اما چرا خداوند 7 بار تکرار میکنه در 7 سوره؟ بار بار خدای عزوجل این تکرار برای علم نیست، برای تعلیم نیست، برای تذکر است. این برای چی هست؟ تذکر است. بار بار الله تذکر میده که ای انسان اگر میخواهی راه هدف را ببری مواظب باش، ابلیس هم هست. لذا انسان در صورتی موفق میشه که از اول زندگی تا آخر زندگی احساس بکنه من در حال مبارزه هستم. شما وقتی دشمنی داشته باشید و همیشه به فکر مبارزه با او باشید، حتما از هر طریقی شده تدبیر میکنی و شکست میدید. ما وقتی که به فکر تدبیر باشیم، به فکر شکست ابلیس باشیم، الله ما را کمک میکنه، راحت شکستش میدیم. الله توفیق بده. لذا الله تعالی میفرماید و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، زمانی که ما گفتیم به ملائکه سجده کنید آدم را، فسجدوا الا ابلیس، سجده کردند همگی مگر ابلیس. مگه ابلیس جز ملائکه بود؟ نه، کان من الجن، از جنات بود، در رأس جنات بود. اما ففسق عن امر ربه، امر رب را نافرمانی کرد. خب نافرمانی چیه؟ خدا که به اینا نگفته بود به جنات، خدا به کی گفته بود؟ به فرشتگان. این که جز فرشته هم نیست، قرآن میگه کان من الجن. پس چطور این نافرمانی حساب میشه؟ جوابش اینه که خداوند به این به صورت خصوصی گفته بود. تو قرآن است. در قرآن ما میخوانیم خداوند میفرماید به ابلیس ما منعک ان تسجد اذ امرتک، ای ابلیس چرا سجده نکردی وقتی من تو را امر کردم؟ معلوم میشه خدا به فرشتگان گفت سجده کنید، ابلیس را گفت تو هم سجده بکن. به این به صورت خصوصی به این ملعون دستور داد تو هم سجده بکن. لذا سجده نکرد. افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی. الان خداوند به من و شما مسلمانان میگه، به من و شما مؤمنان میگه که ای مؤمن، ای مسلمان، این همون کسی هست که به تو احترام نگذاشت، تو را به عنوان اشرف نپذیرفت، اشرف مخلوقات، دشمن تو شد،
و سوگند یاد کرد که تو را گمراه میکند، با تو راه دیگه میره. الان شما چرا اینقدر نادان هستید که ابلیس را دوست خودتون انتخاب کردید و ذریه ابلیس را، بقیه شیاطین را، شیاطین جنی را یا شیاطین انسی را، شما چرا با اونها سر و کار دارید؟ چرا اینها را به عنوان دوست خودتون انتخاب کردید؟ افتتخذونه و ذریته، آیا شما اون ابلیس را گرفتید و اولاد و اتباع ابلیس را گرفتید اولیاء من دونی، دوستان برای خودتون غیر از من الله، در حالی که وهم لکم عدو، اونا دشمنی تو هستند، دشمن شما ها هستند. چرا اون دشمن با اون دشمنان دوستی میکنید؟ بئس للظالمین بدلا، الله میفرماید بدل و عوض بدی هست برای مشرکان ابلیس. یک مشرک کی را به عنوان ولی خود گرفته؟ ابلیس را یا طاغوت را شما خواندید. و یک مؤمن کی را به عنوان ولی خود انتخاب میکنه؟ الله را. شما خواندید در سوره بقره الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت. یک تفسیر طاغوت شیطان دیگه. کفار اولیاء اونها کیه؟ طاغوته. یخرجونهم من النور الى الظلمات. اون شیطان سعی میکنه از نور، از ایمان، از توحید، از قرآن به سوی ظلمات و جهل و تاریکی و شرک ببره. پس الله تعالی میفرماید به جای اینکه خدا را ولی خود بگیری، عوض بدی خدا را عوض کردی. اما عوضت بده ای مشرک. عوضش چیه؟ عوض خدا ابلیس طاغوت، اون را به عنوان ولی خود گرفته. بئس للظالمین بدلا، بسیار بدل بدی هست برای ظالمین. از اینجا معلوم میشه، من قبلا این مسئله را توضیح داده بودم که شیاطین جن همیشه در صدد هستند که انسانها را گمراه بکنند. بعضی وقتا با شیاطین انسی دست به یکی میشوند و برای مردم مشکلاتی هم به وجود میارند. مشکلاتی از قبیل مریضی ها، مشکلاتی از قبیل جنون و دیوانگی، جن زدگی، بالخصوص کسانی که اعتقادها و باورهاشون سسته، اونها را گرفتار میکنند. و تا اینکه مردم متوسل به اونها بشند. بنده عرض کردم در زمان جاهلیت وقتی که جهلا سفر میکردن تو جنگل ها، اذیتشون میکردن جنات، بعدن اونها پناه میبردن به جنات، میگفتن اعوذ بسید هذا الوادی من شر سفهاء قومی. بعدن میگفتن اینا به ما پناه برده، اینا را اذیت نکنی. یعنی هر کدوم که شرک میکرد اذیتشون نمیکرد. الان هم شیاطین جن و شیاطین انس گاهی دست به یکی میکنند، برای کسی بر کسی بلای در میارند، چون میخواند هم به شرک وادارش بکنند، هم مالش را بالا بکشند، هم مادیات هم دینش را میگیرند، ایمانش را میگیرند، هم دنیایش را میگیرند، پولش را میگیرند. لذا بهش نشون میدن باید برای این مشکلت باید فلان زیارت بری، گوسفندی ببری بکشی، باید چیکار کنی، چنین بکنی. یا مثلا بعضی ها، قبلا خدمت شما عرض کردم، بعضی ها دعاهایی می نویسند که این دعاها به ظاهر دعا هست اما توش کلمات شرکی هست. تو مسئله هلا خواندیم این مسئله را، مثلا یا دردمایل یا رفتمایل، چیزهای نامهایی که ما نمیتونیم تلفظ بکنیم. اینا کیا هستن که اینا را صدا میزنید؟ سرات جنات هستند. اینا وقتی که ببندی به بازویت خوب میشی. پس بعضی وقتا مصیبت میارن، مشکل میارند تا اینکه مردم را گرفتار آلودگی ها بکنن. الله میفرماید اینا به اینها شما متوسل نشید، اینا کاری از دستشون صادر نیست. انده قبلا عرض کردم جنات بالاترین هنر و کمالشون اینه که ما را فوقش میترسونند.
دیگه نمیتونه آسیب به ما برسونند. بالخصوص ما مسلح باشیم، مجهز باشیم همیشه با آیات الهی، با اوراد و اذکاری که رسول الله نشان دادن، با معوذتینی که به ما تعلیم دادن، اینها را همیشه بخوانیم. آیات توحید، سوره اخلاص، آیه کرسی، سوره ملک، اینا را که بخوانیم نزدیک ما هم نمی آید. لذا اینها سعی میکنند که مردم هم، بعضی مردم اینها را چه تیسمارخانی میدونن که اینا چقدر قدرت دارند، چقدر توان دارند. بعضی مردم واقعا اعتقاد دارند به اینها، باور دارند. الله تعالی اینجا میفرماید ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، من اینا را حاضر نکرده بودم، همین جنات را، در پیدایش آسمان ها و زمین، ولا خلق انفسهم، نه در پیدایش خودشون را ما خلق کردیم. و ما كنت متخذ المضلین عضدا، و این گمراهان را من به عنوان بازوی خودم هیچ وقت نگرفتم که معاون خدا باشن، العیاذ بالله، نائب خدا، بازوی خدا، دست راستی خدا. اینها فقط برای گمراهی شما هستند، امتحان هستند. ببینید فریب اینها را نخورید. و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم، در روز قیامت کسانی که اینها را در دنیا فریاد میزنند، از اینها استعانت میطلبند، از اینها کمک میگیرند، در مشکلات خودشون اینها را صدا میزنند، در روز قیامت خدا میگه شما در دنیا از این شیاطین انسی، شیاطین جنی کمک خواستی، الان صدایشون بزنید، الان بگیم به داد شما برسن. و یوم یقول نادو، روزی که میگوید نادو، صدا کنید، شرکائی الذین زعمتم، شرکای من را، اون شریکانی که طبق زعم شما، طبق گمان شما شریک من بودن، اونایی که در دنیا میپنداشتید شریک من هستند، فدعوهم، الله میفرماید اینها اونها را صدا میزنند، فلم یستجیبوا لهم، اونها اجابت نمی کنند، و جعلنا بینهم موبقا، ما بین اینها چی ایجاد میکنیم؟ موبق یعنی چه؟ بعضی میگویند که موبق به معنی هلاکت، و جعلنا از وبوق هست، وبوق به معنی هلاکت یعنی جهنم، بین اینها جهنم قرار میده، یعنی اینا همه تو جهنم میفتند. و بعضی میگن که مراد از موبق فاصله هست، فاصله زیادی. بعضی میگن یک وادی هست در جهنم، بین اینها اون وادی است، هر یکی در یک گوشه جهنم پرت شده. و بعضی میگن فاصله زیاد. و رأى المجرمون النار، میبینن مجرمان آتش را میبینن، فظنوا انهم مواقعوها، یقین میکنن دیگه ما را تو جهنم میاندازن، یقین میکنن که واقع میشوند. ولم یجدوا عنها مصرفا، از اون جهنم دیگه بازگشتی نمییابند. مصرفا یعنی موضعا ینصرفون الیه، جایی که اونجا برگردن دیگه نه، دیگه راه بازگشت وجود نداره، بغیر از جهنم راه دیگه برایشون نیست. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، سبحان الله، رب مهربان هر مضمونی را برای ما در این قرآن بیان کرده تا ما اصلاح بشیم. اینجا همین را خدا بیان می‌فرماید، همه مضامین، مطالب، مسائلی در رابطه با اعتقاد و ایمان و مثالهایی برای اینکه شرک نکنیم، غیر خدا را فریاد نزنیم، مسائلی برای اعمال که اعمال صالح به درد ما میخورد، اعمال غیر صالح داشته نباشیم، همین مثالی که خواندیم، واضرب لهم مثل الحیات الدنیا. مسائلی در رابطه با اخلاق، درباره حقوق، درباره معاملات، در هر موضوع الله تعالی آیات بسیار روشن بیان فرموده. قرآن واقعا تمام شؤون زندگی را پرداخته و در همه بخش های زندگی ما را راهنمایی کرده. لذا الله تعالی اینجا ما را تشویق میکنه شما به این قرآن متمسک بشید. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، همانا ما گرداندیم
یعنی بار بار تکرار کردیم برای مردم در این قرآن من کل مثل یعنی هر مضمونی که نیاز داشتن. مثل اینجا به من مضمون موضوع هست. من کل مضمون یحتاج الیه، هر مسئله که نیاز به او هست خدا بیان کرد. و کان الانسان اکثر شیء جدلا، اما انسان مشرک خیلی جدل میکند. با وجود اینکه قرآن شفاف واضح همه مطالب را بیان کرده بود، باز هم مشرکین بحث میکردند، درگیر بودند، قبول نداشتند، انکار میکردند. الله تعالی میفرماید و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تأتيهم سنة الاول. چه چیزی مانع شد که این مردم ایمان نیاورند؟ الان در رابطه با این داستانهایی هم ذکر کردند، شان نزول، بعضی میگن درباره نضر ابن حارثه، بعضی میگن درباره عقبه ابن ابی معیط، بعضی میگن درباره فلان هست. ولی ما سعی میکنیم اینها را ذکر نکنیم تا ذهن ما به این بره که این آیه مال امروزه. الله تعالی میفرماید بسیاری از انسانها هستند که همه نوع مسائل تو قرآن برایشون بیان شده، مسائلی که مربوط به اعتقاد باشد، به اخلاق باشد، به اعمال باشد، به معاملات باشد، به معاشرت باشد، ولی انسان بازم درگیره، انکار میکنه، ابا میکنه، اعتراض میکنه. خب این انسان کی ایمان میاره؟ کی قانع میشه؟ الله میفرماید مثل پیشینیان، سنت اولین چیه؟ زمانی اینها ایمان میارن که عذاب روبرو بیاد، درگیری عذاب بشه. الان میگه ایمان آوردن، دیگه دیر شده. الله میفرماید و ما منع الناس ان یؤمنوا، مانع مردم نیست، جلوگیری مردم نیست از اینکه ایمان بیاورن. اذ جاءهم الهدى، زمانی که برای اونها هدایت آمده، یعنی قرآن. و یستغفروا ربهم، و استغفار بکنند از ربشان. اینکه ایمان بیاورند و استغفار بکنند چیزی دیگه معنی نیست. الا ان تأتیهم سنت الاولین، چیزی دیگه معنی نیست مگر اینکه پیش اونها بیاید شیوه گذشتگان. شیوه گذشتگان چی هست؟ همین عذاب استیصال است، یعنی عذاب بیاد اونها را از بین ببره، فقط این مونده و الا اینها قابل تذکر نیستند. او یأتیهم العذاب قبلا، یا که پیش آنها عذاب بیاید. قبلا دو معنی دارد، یک معنی قبول یعنی روبرو بیاد عذاب را ببینند. یک معنی دیگر قبول جمع قبیل است، یعنی انواع عذاب ها. شما خواندی برای فرعون انواع عذاب ها آمد، یک روز طوفان، یک روز جراد، یک قمل، یک روز غورباغه. خلاصه انواع عذاب ها بیاد تا این هم ایمان بیاورند. علامه رازی نوشته تفسیر رازی کبیر، والمعنى انهم لا يقدمون على الايمان، اینا بر ایمان اقدام نمی کنند الا عند نزول عذاب الاستیصال. کی ایمان می آورند؟ وقتی که عذابی که اون بیخ اونها رو و ریشه اونها رو بزند ایمان می آورند. فیهلکوا، هلاک بشن. او ان یتواصل انواع العذاب والبلاء، یا پیاپی انواع عذابها و بلاها بیاید در دنیا، بعدا ایمان می آورند. بدون عذاب نمیشه ایمان بیاورند، اینا نمی آورند. و ما نرسل، اما خداوند میفرماید ما پیامبران را میفرستیم که اونا تبلیغشون را بکنن. جواب سوالی هم هست که خود عذاب چرا نمیاد؟ پیغمبران مسئول عذاب آوردن نیستند، پیغمبران مسئول انذارند، مسئول تبشیرند. الله میفرماید و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، ما نمی فرستیم پیامبران را مگر مژده دهنده هستند و بیم دهنده هستند، یعنی نه مختار معجزات و نه مختار عذاب. واتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا، اما این مشرکین بجای اینکه ایمان بیاورند گرفتند آیات من را و ما انذروا، آنچه که ترسانده شدند. از چی ترسانده شدند؟ از عذاب.
عذاب را گرفتند هزوا به بعد مسخره، یعنی هم به آیات ما مسخره میکنند هم به عذاب ما مسخره میکنند. و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یدا. الله میفرماید چه کسی ظالمتر، چه کسی ستمگرتر از اون انسانی که تذکر داده میشه نسبت به آیات رب. اینا واقعا این مشرکی ستمگرند که وعظ میشه از سوی پیامبر، موعظه میشه، آیات رب برش خوانده میشه، فاعرض عنها، اعراض میکنه از آن، و نسی ما قدمت یدا، عمل کردش را فراموش میکنه. ما قدمت یدا یعنی اون چیزی که دستهایش انجام داده، یعنی عمل کردش سوءش را که فردا برایش تبدیل به عذابی میشه اون فراموش میکنه. اصلش اینه که خدا اینها را محروم کرده از ایمان، از تسلیم شدن. انا جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه، همان ما قرار دادیم بر دلهای اونها غلافی و پرده از این که بفهمند. و فی آذانهم وقر، در گوشهای اونها چی هست؟ بار هست، باری هست، یعنی هیچی نمیشنوند. و ان تدعوهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا. الله تعالی میفرماید اگر شما اونها را فرا بخوانی به سوی هدایت، فلن يهتدوا اذا ابدا، هرگز اونها هدایت نمیشوند. در این دار هدایت نمیشوند و به سوی دین و ایمان نمیآوند. بعد از این خداوند عزوجل برای اینهایی که هدایت نمیشوند وعید بیان میفرماید، تهدید میفرماید. خب سوال اینجاست که چرا خدا اینها را فورا مؤاخذه نمیکنه؟ خدا هم میدونه که اینها هدایت نمیشند، خود خدا هم میگه که اینها هدایت نمیشند، خب چرا عذابشون نمیده؟ الله اینجا جواب داده. الله میدونه که هدایت نمیشن، ولی خداوند تاریخ را تعیین کرده. کار خدا با نظم و ترتیبه. و ربک الغفور ذو الرحمه، یکی از دلایل عدم عذاب اینه، فوراً خدا عذاب نمیده چون خدا غفور است، بخشاینده است و رحمتش هم وسیع است. ذو الرحمه است، دارای رحمت است، دارای رحمت وسیع است، به این خاطر فوراً عذاب نمیده. اما لو یؤاخذهم بما کسبوا، اگر خدا بخواهد مؤاخذهشون کند بما کسبوا، در مقابل اون چه که کسب کردند، لعجل لهم العذاب، البته عذاب را برای اونها تعجیل میکند. یعنی اگر خدا بخواد زود عذابشون میده، فوراً میزنه. اما بل لهم موعد، بلکه برای اونها یک موعدی هست. الله میفرماید وعده من با اونها دارم. لن یجدوا من دونه موئلا، هرگز نمیابن بغیر از اون موعد. موئل یعنی پناهگاهی، جایی که اونجا مسیر خودشون را کج بکنند و برن پناه ببرند، نمیابن پناهگاهی، نمیابن موعد که بیاید عذاب به سرشون می آید. و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا، الله می فرماید این قریه ها که ما داستانهایشون را برای شما تعریف می کنیم، اینها را ما هلاک کردیم لما ظلموا، زمانی که ظلم کردند. یعنی مثل شما قریشی ها، اونا شرک کردند. به شما که مهلت میدهیم معنیش این نیست برای شما عذاب نمیاد، برای شما هم عذاب میاد. و جعلنا لمهلکهم موعدا، برای هلاکت اونها ما موعدی تعیین کرده بودیم. خب عرض کنم خدمت شما که تا اینجا الله عزوجل مثال هایی برای کفر و شرک هم بیان فرمود، برای ناپایداری دنیا بیان فرمود، برای اینکه اون چیزی که به درد انسان میخورد باقیات و صالحات بیان فرمود، و همچنین این مطلب که تمام مضامین عمده در این سوره بیان شده. اما و اذ قال موسی لفتاه، از این آیه یک شبهه دیگر و یک اشکال دیگری پاسخ داده میشه. اون شبهه درباره
سیدنا خضر علیه السلام هست که خضر هنوز با موسی علیه السلام میرفت، هنوز اون جریان اتفاق نیفتاده بود، جلوتر میدانست. مثلا میدانست که جلوتر ایست بازرسی یک پادشاهی است، این کشتی را میگیرد، به این خاطر کشتی را معیوب کرد تا کشتی قراضه‌ای باشه تا توجه نکنین. یا مثلا میدانست که این دیوار زیرش خزانه ای هست، دیوار را راست کرد تا اون خزانه را مال 2 تا بچه یتیمند ظالمان نخورند. خب از اینجا معلوم میشه که بعضی از پیامبران علم غیب دارند. الله عزوجل در این سوره بیان میفرماید که ما به او میگفتیم، ما به او نشان دادیم، ما به او از رحمت خودمون دادیم، وحی کردیم. لذا این جریان موسی و خضر از جریان معروفی هست در قرآن کریم. البته فقط همین یک جا آمده داستان موسی و خضر. در رابطه با خضر نکاتی بنده خدمت شما عرض می کنم. اما موسی چطور پیش حضرت خضر رفت؟ به صورتهای مختلفی مفسرین ذکر کردند. در بعضی روایت ها میاد که یک روز موسی علیه السلام سخنرانی کرد و این سخنرانی موسی بسیار سخنرانی پرتأثیری بود. اشکهای مردم جاری شد، موهای بدن بلند شد، قلبها تکان خورد، خیلی متأثر شدند از موعظه موسی. بنی اسرائیل با خودشون گفتن که آیا از موسی عالمتر هست؟ موسی را پرسیدن موسی در این زمین از شما کسی عالمتر است؟ موسی علیه السلام گفت نه، چون پیغمبر خدا بود، علم را خدا به موسی داده بود. اما این جواب موسی گرچه جواب واقعی بود، حقیقی بود، برخلاف مصلحت بود. باید همه چیز را به خدا موکول بکنه، همه چیز را به خدا نسبت بده، خدا بهتر میداند. از این بابت موسی علیه السلام را خداوند تذکر داد که بنده ما داریم در مجمع البحرین هست، اون بنده ما علمش خیلی زیاده. موسی علیه السلام پیغمبر خدا، اما پیغمبر با وجودی که علم وحی را خدا بهش داده، اما بازم حریصه که علم یاد بگیره. از خداوند اجازه میگیره، میگه پس من میرم در خدمت او قرار میگیرم، زانوی تلمذ میزنم، از او یاد میگیرم. خدا تعالی به موسی اجازه میده که بره ببینه، موسی متوجه بشه. لذا بعضی میگن علت سفر موسی علیه السلام این بوده. این تو حدیث هم آمده، درسته. اما ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یه چیز دیگه هم نقل میکنه. ایشون میفرماید که موسی علیه السلام یک روزی چند تا سوال از خدای عزوجل مطرح کرد. یکی گفت که خدایا، از همه بندگان کی بیشتر محبوب شماست؟ از همه بندگان خودت کی را بیشتر دوست داری؟ خداوند گفت اون بنده ای را دوست دارم که هر وقت بیاد ما باشد و هیچ وقت از ما غافل نشه، از ذکر ما غافل نشه. از همه بندگان اون را بیشتر دوست دارم. خب موسی علیه السلام تصمیم گرفته که همون بنده باشه دیگه، هیچ وقت از ربش غافل نشه. دوم، موسی گفت پروردگارا، بهترین قاضی و داور و فیصله کننده در میان بندگانت کی هست؟ خداوند فرمود که همون کسی هست که فیصله درست میکند، تابع خواهش نفس خودش نباشد و بر اساس عدل و عدالت فیصله بکند. سومی سوال موسی پرسید که یا الله، از همه عالمتر کی هست، داناتر کی هست؟ الله تعالی گفت که اون کسی که مردم از او علم حاصل میکنند و همیشه به فکر ازدیاد علمش هست، همیشه فکر میکنه که
کسی باشه موضوع علم یاد بگیرم، کسی باشه سخنی بگوید موضوع سخنش را یاد بگیرم، جمله ای را بیاموزم تا به وسیله اون سخن راهنمایی بشم، از هلاکت نجات بیابم. بعداً وقتی موسی دید که عالم ترین کس اینه، گفت خدایا اگر در این دنیا کسی هست که من بتونم از او استفاده بکنم، چیزی یاد بگیرم، مرا راهنمایی کن پیش او برم. خداوند عزوجل فرمود بنده ما خضر هست، در مجمع البحرین هست، اونجا برو. لذا موسی علیه السلام به طرف مجمع البحرین رفت. بعضی میگویند که مجمع البحرین در کجا بود؟ جایی که دو تا دریای سودان و دریای مصر، خرطوم، در خارطوم یا خرطوم هست، دریای خرطوم اونجاست. ولی این اشتباه است. اون زمانی که موسی اگر در مصر بوده و میرفته درسته، ولی موسی علیه السلام بعد از اینکه فرعون هلاک شد اینا را از خدا تقاضا کرد. لذا این مال زمانی است که موسی علیه السلام در شام بود، در این صحرای سینا بود. خب خدای عزوجل گفت پس برو به مجمع البحرین. مجمع البحرین کجاست؟ جایی که دو تا خلیج، خلیج عقبه و خلیج سوئز یا کانال سوئز که اونجا با هم برخورد میکنن در صحرای سینا، اونجا هست. لذا به موسی علیه السلام گفت اونجا برو، بنده ما را میبینی، خواجه خضر معروف هست، حضرت خضر، و برو با او ملاقات بکن، از علوم او بهره‌مند بشو. لذا موسی علیه السلام حرکت کرد و خدای تعالی به موسی گفت شما با خودتون ماهی میبرید، هر وقتی که ماهی از زنبیلش پرید و در دریا رفت و سوراخی ایجاد کرد، همونجا جای خضر است. موسی علیه السلام یکی از خادمهای خودش را برداشت، حضرت یوشع بن نون را، که این یوشع بعدا پیغمبر شد بعد از موسی علیه السلام. لذا یوشع را برداشت و رفتن به این سفر. سفر بسیار پرخاطره‌ای هست، چیزهای عجیبی دیدند. و اذ قال موسی لفتاه، زمانی که موسی به اون جوانش گفت، یعنی به خادمش یوشع بن نون گفت لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، همواره ما می رویم حتی که برسم به مجمع البحرین، به اونجا که دریای خلیج عقبه هست و خلیج سوئز هست. او امضی حقبه، یا اینکه اگر نرسیدم بروم همینطور زمان طولانی برم. اما فلما بلغ مجمع بینهما، وقتی که رسیدم به اون مجمع البحرین بین آن دو دریا، نسی حوتهما، ماهیشون را فراموش کردن. فاتخذ سبیله فی البحر سربا، او راهش را گرفت، از زنبیل پرید و در دریا رفت، سربی درست کرد، یعنی سوراخی درست کرد، سوراخی در آب درست کرد و رفت. خب موسی خواب بود، اونطوری که اهل تفسیر نوشتن موسی علیه السلام استراحت میکرد و گفت که بعد از اینکه استراحتمون تمام شد ما میریم. همینجا حضرت یوشع نشسته بود، دید که هو ماهی پرید تو دریا و رفت تو دریا و همون جایی ماند، سوراخی ماند، علامتی ماند. میخواست که به موسی علیه السلام بگه. موسی خواب بود، گفت بعد از خواب میگم. بالاخره بعد از خواب بلند شدن گفتم بریم که راه طولانیه، فراموش کرد که بگه. تا اینکه یه جای دیگه رسیدن، موسی گفت خسته شدیم، گرسنه شدیم، غذای بیار، ماهی را بیار. اینجا بیادش آمد که اون ماهی همونجا رفت. لذا به موسی علیه السلام گفت من چنین چیز عجیبی دیدم، الله تعالی از ذهنش برده بود. موسی گفت که بنده خدا، همون مسیر ما، هدف ما
ما باید همونجا میرفتیم، بی خود این همه راه آمدیم. برگشتن به همونجا رفتن. الله میفرماید فلما بلغا مجمع بینهما، وقتی این هر دو رسیدن به اون مجمع البحرین، نسیا حوتهما، فراموش کردند ماهی خودشون را، فاتخذ سبیله فی البحر سربا، راهش را در دریا گرفت، سوراخی در دریا درست کرد. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، وقتی از اونجا عبور کردند به خادمش گفت غذای ما را بیار. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ما از این سفرمون خستگی به ما دست داده، خیلی خسته شدیم. الله میفرماید که اون خادم چی گفت؟ حضرت یوشع چی گفت؟ قال ارأیت اذ اوینا الى الصخره، موسی بیاد شما هست؟ دیدی وقتی که ما اونجا پناه بردیم به اون صخره، اون سنگ، اون کوه که اونجا استراحت کردیم، فانی نسیت الحوت، همونجا من ماهی را فراموش کردم. و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره، و اون را فراموش نداشت، از من ذهنم نبرد مگر شیطان که من یادش بکنم. یعنی من به فکر بودم بهت بگم، اما شیطان از ذهنم برد. واتخذ سبیله فی البحر عجبا، راهش را در دریا گرفت، به شکل عجیبی تو دریا رفت. ببینید سوال اینجا مطرح میکنن مفسران که یه چیز اگر معمولی باشه، ماهی را به زمین بگذارند و فراموش بکنه، خب این طبیعی هست. اما یه چیز عجیبی، اینقدر عجیب که ماهی مرده زنده میشه، پرش میکنه، میره تو دریا، بعد اونجا که میره همونجا نقبی، سوراخی هم به جا میگذاره، هرچی تو آب بندازی دوباره آب چی میشه؟ با هم یکی میشه. اما اونجا نه، آب همونطور ایستاد، سوراخ درست شد. این یک چیز خارق العاده ای است. چنین چیزی را چطور میتونه یوشع فراموش بکنه؟ پاسخش اینه که یوشع مرید خاص موسی بود، شاگرد موسی بود، اینقدر معجزه دیده بود، اینقدر آیات دیده بود که این برایش عادی شده بود. هر جا موسی سنگ را میزد، عرض کنم عصا را به سنگ میزد، 12 تا چشمه درست میشه. عصا را مینداخت، اژدها میشه. عصا را میزنه به دریا، دریا بالاخره میسته. این آیات بزرگ بزرگ دیده بود. پس این آیه در مقابل اونها چیزی نبود. معنیش اینه که برای یوشع علیه السلام این آیات و معجزات چی عادی شده بود. چی شده بود؟ عادی. به این خاطر فراموشش کرد. اما جواب دوم اینه که نه، حکمت و مصلحت در همین بود که فراموش بکنه. خودش میگه و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره، میخواست یادآوری کنه اما شیطان از ذهنش برد این که یاد کنه. واتخذ سبیله فی البحر عجبا، به شکل عجیبی یعنی خارق العاده راهش را در دریا گرفت و رفت. موسی علیه السلام بهش گفت قال ذلك ما كنا نبغي، این همون چیزی است که ما میخواهیم، میطلبیم. فارتد على آثارهما قصصا، پس اونها برگشتند بر آثار همون خودشون که آمده بودند به طرف مجمع البحرین، لذا برگشتند قصصا، یعنی همون راه خودشون را دنبال کردن، همون راه خودشون را پیمودن. عرض به خدمت شما که این که حضرت موسی علیه السلام پیش حضرت خضر رفت، اصلش انشاءالله نکات را ما در درس فردا میخوانیم، نکات زیادی هست، اما اصلش اینه که خدای عزوجل میخواست به موسی نشان بده که این دنیا دنیای پر از اسرار است. این دنیا دنیای پر از اسرار است و یکی از دلایل ربط این آیه با آیات گذشته را همین بیان کردن بسیاری از مفسران. بعضی از مفسران چون اینجا در گذشته بود که مشرکین عذاب میخواستند، عجله داشتند
برای عذاب. الله عزوجل فرمود که و ربک الغفور ذو الرحمه، خداوند اگر مهلت میده غفور ذو الرحمه هست. لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب. اما این که خدا زود عذاب نمیده چون اسراری اینجا هست، حکمتهایی هست که اون اسرار را بجز الله کسی نمیدونه، حتی پیامبران هم نمیدونند. گاهی پیامبران برای عذاب عجله دارند، منتظر حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا. شما در سوره یوسف خواندید جاءهم نصرنا. لذا الله عزوجل داستان حضرت موسی و خضر را آورد. علاوه از این که عرض کردم این داستان پاسخ یکی از شبهات است، اما این داستان را آورد ربطش در اینه که ببینید همونطور که در این داستان شما میبینید اسراری هست که این اسرار بعداً برای موسی کشف میشه، واضح میشه، همچنین هر کاری که خدای عزوجل انجام میده کارهای الهی پر از حکمت هست، پر از سر هست، پر از نکته هست که الله میداند شما نمیدانید. صدق الله العظیم. در ادامه داستان طولانی هست و مباحثی هست انشاءالله که به حضرت خضر ملاقات میکنند. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إله العالمين، پروردگارا ما را از بندگان صالح و از بندگان قانع و از بندگان مؤمن و مخلصت بگردان. اله العالمین ما را اصلاح بفرما، ما را تزکیه بفرما، ما را به وسیله قرآن تربیت بفرما، ما را به وسیله قرآن درس بده. پروردگار تک تک مواعظ قرآن را برای ما پندآموز بگردان، تک تک داستانهای قرآن را برای ما عبرت بگردان. اله العالمین یا رب ما را از بندگان عامل بگردان، از بندگان مخلص بگردان، از بندگان خدا ترس بگردان. اله العالمین پروردگارا گناهان ما را، خطاهای ما را، اشتباهات زندگی ما را پروردگارا معاف بفرما، مغفرت بفرما. اله العالمین به گناهان ما و به پرونده های سیاه ما نگاه نکن، به لطفت به فضلت نظر بفرما، ما را مورد مرحمت خودت قرار بده. همه گذشتگان ما را مغفرت بفرما، پدران و مادران، عزیزان، اساتید، مشایخ، گذشتگان، همکاران، طلاب، جوانان، مقتدیان، همه کسانی که به ملاقات تو شتافتند پروردگار همه را مغفرت بفرما و ارواحشان را شاد بگردان، سرای آخرتشون را آباد بگردان، خاتمه ما را با ایمان بگردان و تا روزی که در دنیا زندگی میکنی مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات اقشار را حل بفرما، مشکلات جامع را حل بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك.